قوی ترین طلسم بازگشت عربی. به این شکل یک ضرب میکشید و 4 طرف که خالیه کلمه ه رو مینویسید و گوشه های هر خط طبق تصویر عدد 921 رو مینویسید. باید 4 طرفش عدد 921 داشته باشه. دقیقاً عین تصویر رسم کنید. وقتی 4 طرفش رو 921 نوشتی، بعد در قسمت سمت راست و سمت چپ تصویر یه حالت به اضافه میکشی، خب، و عدد جادویی 111 رو طبق شکل که من میکشم شما هم رسم میکنید. سمت چپ تصویرم به همین صورت عدد 111 در بالا و پایینش هم 111. و دوستان توجه داشته باشید، بالا باید نام شخص بنویسید، نام و فامیلیش، و به اضافه نام مادرش، پایین هم نام خودتون و نام مادرتون. بعد این طلسم رو تو آتیش میسوزونید. این قبل 10 ثانیه جذبش کن. لایک یادت نره.